و حدیث شریف آمده است که روز حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه میگه حضرت به سمت بازار رفتم، توی شهر و دست من گرفته بود. گذر کردیم از بنده خدایی که بسیار وضعیت بحرانی داشت و وضعیتش خراب و حضرت پرسید که چرا شما اینطوری؟ او یا رسول الله منم مریضم و هم فقیرم، تنگ دستم، از تنگ دستی رنج میبرم و هم از مریضی رنج میبرم. آن حضرت فرمودم که چیزی من به شما میگم اگر این نه ورد کن و این بخون و انشالله مشکل شما را الله برطرف میکنه. از مدت 2 مرتبه آن حضرت گذر کرد از کنار همین بنده خدا را دید تا خیلی خوشحاله، خیلی وضعیتش خوبه. پرسید از ایشون که شما حالتون چطوره؟ گو الحمدلله اون چیزی که شما با من آموختید که آیه عشق باشه و من آیه را خواندم و الله تعالی تمام مشکلات من حل کرد.